سلام، خیلی به کانال پرده از رازها خوش اومدین. من با یه داستان دیگه در خدمتتونم. من برزو هستم. 3 خواهر بزرگتر از خودم دارم و تو خانواده‌ای به شدت به هم ریخته متولد شدم. پدر و مادرم از 365 روز سال 360 روزشو در حال جنگ و دعوا و کتک کاری بودن. اونقدر داد و بیداد میکردن و جیغ و هوار میکشیدن که وقتی من بچه بودم به معنای واقعی همیشه 4 ستون بدنم میلرزید و استرس داشتم. البته که این جنگ و نزاع به همینجا ختم نمیشد و مادرم بعد از اینکه بابا میرفت سر کار تازه عقده‌هاشو سر ما خالی میکرد. به خصوص با خواهرام شروع به کتک کاری و دعوا میکرد. بابام مرد با ارزه و زرنگی نبود و همه عمرشو به حقوق کم کارمندیش اکتفا کرده بود. از اون طرفم مادرم زن حریص و پول پرستی بود. یکی از عوامل جنگ و ناراحتیشون همین موضوع مالی بود. مامان پول بیشتر میخواست، بابا هم نداشت. مامانم خانواده باز و راحتی داشت و خودش هم از این زنایی بود که دلش میخواست هر روز یه تیپی بزنه، یه مدل موی درست کنه و آرایش خاصی داشته باشه. خلاصه آبش با بابام تو یه جوب نمیرفت. خانواده بابام هم سنتی بودن و همه چیزو برای زن بد میدونستن. از اون طرف با بزرگ شدن خواهرام بابام به اونا هم گیر میداد، ولی خب خواهرام به حمایت مامان هر کار دلشون میخواست میکردن. خواهر بزرگم بانو 13 سال از من بزرگتر بود. وقتی من 6-7 ساله بودم یواشکی از بابا دوست پسرشو می آورد خونه و من بارها اتفاقی شاهد رابطه‌شون بودم. مادرم میدونست و نه تنها جلوشو نمی گرفت، تازه باش همکاری هم میکرد تا یه وقت بابا چیزی نفهمه. هیچ وقت یادم نمیره یه بار با دوست پسرش رضا رفتن تو اتاق، اونقدر بانو آه و ناله کرد که من فکر کردم با رضا دعواشونه، اما مامان عین خیالش هم نبود. وقتی من 10 ساله بودم بانو با یه پسر دیگه ازدواج کرد و رفت سر زندگیش. خواهرای دیگم بیتا و بارانم دست کمی از بانو نداشتن و اونا هم همکاری مامان دوست پسرشون رو می آوردن خونه. باران هر وقت دوست پسرش میخواست بیاد لباسای باز میپوشید و آرایشای غلیظ میکرد و مامانم تشویقش میکرد. باران و بیتا با دوست پسراشون ازدواج کردن. البته اونقدر مامان برای جایزی دادن و حتی کادو عروسیشون اذیتشون کرد که دیگه خواهرام بعد از ازدواج رفتن و پشت سرشون هم نگاه نکردن. مامان به من میگفت تو تنها پناه و امید منی. منم بچه صاف و ساده بودم و خیلی به مادرم وابسته. تمام درد و دلام و حرفای نگفته و رازهامو به مامانم میگفتم. وقتی 15 سالم بود اولین رابطه با جنس مخالف رو تجربه کردم. اونقدر تو خونه خواهرام آزاد بودن و همه چیز دیده بودم که فوری همون بار اول با دوست دخترم وارد رابطه جنسی شدم. کم کم به این قضیه معتاد شدم و با هر دختری دوست می شدم حتما باید رابطه برقرار می کردم. اگرم دختری اهلش نبود و نمیخواست با هم باشه خیلی زود ولش می کردم و می رفتم سراغ بعدی. حدود 21 سالم بود که با نگار آشنا شدم. نگار دختر سبزرو و جذابی بود که اندام کش و قوسدار و پر و قشنگی داشت. خیلی زود تونست دلمو ببره. نگار همیشه موهای بلند و پرپشتش و دورش میریخت. اونقدر شوخ و شیطون بود که یهو به خودم اومدم دیدم بد جوری عاشقش شدم. نگار از یه خانواده متوسط بود که خانوادهش نه خیلی باز و راحت بودن نه خیلی بسته و مذهبی، اما خود نگار خیلی دلش میخواست اروپایی برخورد کنه. وقتی فهمید من همه چیزو به مادرم میگم، مادرم هم با مشکلی با رفت آمدم نداره، خیلی خوشش اومد. نگار اولین بار مامانو تو خونه ما دید و از همون اول حسابی با هم دوست شدن و گرم گرفتن. رفتن تو آشپزخونه با هم ماکارونی درست کردن و جوری برخورد کردن انگار 1 سال همو میشناسن. مامانم از نگار خوشش اومد و گفت چه دختر باحال و شیطونی، همیشه بیارش خونه. دیگه کار ما این بود که هر روز میرفتیم خونه، یک کم تو اتاق بودیم و عشق و حالمون رو میکردیم و ما بقیه‌اش هم پیش مامان میگفتیم و میخندیدیم. بعدم نگار میرفت خونه‌شون. 1 سال با نگار دوست بودم که تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم. دیگه نمیتونستم نگاهمو از دست بدم.
وقتی مادرم فهمید میخوام ازدواج کنم بهم گفت هیچ کمکی بهم نمیکنه و پولی در بساط نداره که بخواد برام عروسی یا خونه بگیره. نگار اونقدر منو دوست داشت که گفت باشه، من عروسی نمیخوام. خونه هم تا وقتی پول دستمون بیاد اگه مامانت راضی باشه میره خونه مامانت میمونیم. باورم نمیشد یه دختر بخواد بره پیش مادر شوهرش. آخه خواهرامو دیده بودم که چقدر از این که با مادر شوهرشون زیر یه سقف باشن بیزار بودن. من خوشحال بودم که نگار شبیه خواهرام نیست. مامان وقتی فهمید نگار میخواد بیاد پیشش زندگی کنه خیلی خوشحال شد و کلی قربون صدقه نگار رفت و با اینکه برای عروسی خواهرام هیچ هدیه‌ای نداده بود یه زنجیر سنگین سر سفره عقد گردن نگار انداخت که بدجوری خواهرامو عصبی کرد. نگار بدون جایزیه و منم با دست خالی ازدواج کردیم و من آدم کاری و زرنگی بودم. از صبح تا شب یا مسافرکشی میکردم یا معامله گری تا بتونم از پس مخارج زندگی بر بیام. نگار هم با مامان توی خونه تنها بودن و هر دو از کنار هم بودن لذت می‌بردن و این برای من خیلی حس خوب ایجاد می‌کرد. جالبه با اومدن نگار دیگه بحث و دعوای مامان بابا خیلی کمتر شده بود و سر کوچکترین چیزی به جون هم نمی‌افتادن. مامان کمتر عصبی بود و بابا هم آروم شده بود. 2 سال تو خونه بابا و مامان بودیم و مامان هر روز بیشتر از دیروز سر کیسه رو برای من و نگار شل میکرد و این برای همه حتی خود منم عجیب بود. مامان آدم پول پرستی بود و به این راحتی ها برای کسی خرج نمیکرد. ولی اون دوران انقدر برای نگار طلا خریده بود که خیلی راحت میشد با همون طلاهای آپارتمان کوچیک خرید. مامان حتی ماشین منم عوض کرده بود، اما بازم نگار راضی نبود که از مادرم جدا شه. منم از این وضع خوشحال و راضی بودم تا اینکه یه روز ماشین رو جای بدی پارک کردم و وقتی رسیدم جرس ثقیل برده بود. ظهر بود و برای ترخیص دیگه نمیرسیدم. رفتم دنبال کاراش اما گفتن برو فردا بیا. منم دست از پا درازتر بدون ماشین برگشتم خونه. این اولین بار بود که ظهر برمیگشتم. رفتم داخل حیاط و آبی به دست و صورتم زدم و یه راست رفتم تو اتاق خودم. اما نگار نبود. خونه مامانم بزرگ بود و حد زدم نگار تو اتاق مامان باشه. رفتم سمت اتاق مامان که با شنیدن صدای نفس‌های ممتد و جیغ‌های مامان میخکوب شدم. مامان داشت از یه رابطه عمیق لذت می‌برد. نمیتونست صداشو کنترل کنه. وحشت زده با خودم گفتم نکنه مامان و نگار دست به یکی کردن وقتی بابا نیست مامان یکی رو میاره خونه. خواستم برم داخل که با شنیدن صدای نگار بیشتر شوکه شدم. نگار میگفت عشقم سیمینم دوست داری ادامه بدم؟ اونم میگفت آره و دوباره صدای رابطه به گوشم میرسید. بی اختیار در رو باز کردم و با دیدن نگار که وسط پاهای مامانم نشست و داره تون یه کارایی میکنه شوکه شدم. اونا هم با دیدن من جا خوردن. مامان بعد از چند ثانیه مکث داد زد چته؟ با مرد غریبه که نیستم عروسمه. بابات پیر شده سالهاست نمیتونه با هم رابطه برقرار کنه. پاشم برم تو خیابون دنبال مرد غریبه؟ نگارم هیچی نمیگفت و فقط به من نگاه میکرد. نمیدونستم باید چیکار کنم. از خونه زدم بیرون و تا شب چرخیدم. حالا خیلی بد بود. اون شب رفتم پیش یکی از دوستان. تازه فهمیدم چرا مامان اونقدر هوای نگار رو داره. دست و پا من بسته بود. هر کار میکردم توف سربالا بود. یه هفته خونه نرفتم و فکر کردم. سرآخر تصمیم گرفتم خودم رو به خریت بزنم و جوری برخورد کنم انگار اتفاقی نیفتاده. اما اینم امکان پذیر نبود. من برگشتم خونه اما دیگه رابطم با نگار مثل سابق نبود. هر روز دعوا داشتیم و با مامان محل نمیذاشتن. تا مامان و نگار تنها میشدن دعوا را مینداختن. بالاخره بعد از 1 سال تصمیم به جدایی از نگار گرفتم. اما مادرم گفت اگه نگار رو طلاق بدی خودت هم باید از این خونه بری. من برای اینکه وضع مالیم بد بود و نمیتونستم از پس زندگیم بر بیام باید خفت تن میدادم. از نگار جدا نشدم اما دیگه با هم نبودیم. نگار پیش مامان میخوابید و من جدا. هیچ کس هم نمیدونست جریان چیه تا اینکه من با دختری به اسم لاله آشنا شدم. لاله از شوهرش جدا شده بود و وضع مالی بدی هم نداشت.
مدتی که با هم صمیمی شدیم و همه زندگیمو براش گفتم، اونم ازم خواست نگار رو طلاق بدم و با خودش ازدواج کنم و بریم با هم زندگی کنیم. بعد از مدتی 2 تا 4 تا کردن همین کارو کردم. نگار رو طلاق دادم و رفتم. جالب مادرم بود که بعد از طلاق به همه گفته بود که پسرم اخلاق نداشت و خانوم باز بود. نگار رو پیش خودش نگه داشت و من الان 2 سال اومدم پیش لاله با هم زندگی میکنم و خوشبختیم. خب مرسی که این داستان رو تا آخرش گوش دادین. من آذینم و گوینده این داستان ها. خوشحال میشم برای شنیدن داستان های دیگه. حتما به کانال پرده از رازها سر بزنین. مرسی از شما. خدا نگهدارتون.